گرچه حال دیگه جوان نیسته ولی همه غیرت جمع کرده بالای همین پیریخ آمدن در کن. هم خیلی فرام بله ایسو بله ایسو یاشی خب بشه انا بینه اینجا استوار بوده. انا بینه دقیقا در متن پیریخ در درون پیریخ آمده. واقعا پیریخ آب می شود، گریه می کند از هر نوعی. همین سنگ بینید که چک چک آب می چکد. همین گریه این پیریخ هست بر مرگ همین طبیعت، بر گرمشوی اقلیم. واقعا یک منظره حزن‌انگیز ولی احساس انگیز، چون که ما کم کم به درونی پیریخ که در اطراف من دیگه صدها متر همین کوه‌های یخ هستن. اطراف لباسو هر چی شد یک خود فیلمان ایده استاد هیچ خیلی کار دیگه کاری نشه. ولی من گفتم وقتی که 200-300 کیلومتر راه آمدیم پیریخ از کنارش تماشا کنیم و گشته رویم، هیچ دلی من آرام نمیگیرد. بنابراین با کمک دوستا به درون پیریخ آمدیم ولی یک دو قدم دیگه میمونیم و میبریم، چون که از بس که میلیون ها تن یخ اینجا خوابیده است خودی فضا خنک است. ما الان خنک خورده استادیم، گرچه ما به هیچ آمادگی بنا به عمل لباسای مکتبی و سفری بالای پیریخ آمدیم. بینید اخیر طاقت نکرده تمام تلاش کرده از همین کوه سنگ و یخ پایین فرامده با کمک دوستانمون و خودی درونی پیریخ آمدیم و این سنگ های کلانی که میبینید این سنگ نه، سنگ یخ که دست زده نمیشه، بسیار سرده یخی تازه و همین گونه یخ کیلومترها به تا به آخر و پایان حدودا 5 کیلومتر دیگه همین خیلی کوه یخ ایستاده است. شما ببینید که پیریخ فقط یک یخ نیست، یعنی یک وزنه بزرگی کوهی است که سنگ، خاک، گیاه، رستنی ها بسیار حتی حیوانایی که سالها پیش زیر برف ماندن و یخ کردن و شخ شدن در ترکیب این هست. بنابراین یک ترکیب خیلی غنی دارد که خودش یک تاریخ همین طبیعت است. تاریخی طبیعت در شکل حفظ شده، محفوظ شده. توجه کرده باشی همین هفته گذشته یک مراسمی به سازمان‌های اکولوژی جهانی سپاریدن پاره‌های پیریخ تاجیکستان شد برای آموختن. چرا این برای آموختن مهم است؟ چون همین یک پاره پیریخ که مثلا ما حالا می‌بینیم این یک تاریخ زنده طبیعت هست. طوری گفتیم در درون این هم تاریخ عالم نباتات، تاریخ عالم حیوانات، تاریخ گرما و سرما، یعنی تاریخ آب و هوای این کشور، خصوصیت‌های کوه، خصوصیت‌های دشت و در طول 100 ساله ها یا 1000 ساله ها چگونه تغییر یافتن اقلیم در خاطره پیریخ حفظ شده است. برای همین اخیراً عالمان جهانی چند پاره از پیریخ‌های تاجیکستان رو گرفته بردند تا که در لابراتوار آموزند که تاریخ تشکل آن چگونه بوده است. چون لباسم تر شد همین خیلی خب سببی خیلی با احتیاط راه رفتن این است که در نتیجه گرمی امسال این پیریخ در ترکیبش نرمی شده است و آب شده است. هر انمی خیلی چاهی که هست میتواند فرو رود و 10 متر 100 متر چقور باشد. برای همین اگر به احتیاط پا به یگان چقوری داخل پیریخ مانده شود احتمال است که آدم رود. از همین رو با یاری دوستان با احتیاط در جاهایی که البته باوری هست که پا ماندن، اما اول ببین جایت بعد بیمون پای خود همیشه در درست شده. اول ببین جای خود بعد بیمون پای خود، وگرنه کمی اگر به احتیاط در داخل همین
پیریخ ها مانیم در داخل چاه ها. این باعث بسیار فاجعه شدنش ممکن، بنابراین احتیاط میکنیم. این توسای تقصیر ایخه اینجا چکور من ایخه نه اینا پیپو یا پیپو ایخه ایخه حرف تمومی بزنیم. اینا بینید اگر همین رود چکور است، ولی از هم عجیب این که یک آدم در نزد همین طبیعت و قدرت و حجم طبیعت هیچ یک ذره برابر یک سنگش نیسته. دیواری بسیار هموار، سطحش همواری که در همین پیریخ میبینی. این حالت است که همون اول یک قسم پیریخ آمده در دره خواب رفته است، دوم یک قسم دیگرش با سرعت آمده این رو بریده گذاشته به پایان رفته است. همین خیلی است با کیلومترها پایان. و دیگر اینکه همین قسمت آب شده پس شده است، میانش پس شده و در گرداش همون دیوارای سفیدی که میبینید و باقی مانده یخ است که ای دو طرف میانه پیریخ یک کمتر پس شده است، چون که به سرعت آب شده است. از همون کوهی بلندی که میبینید، از همون کوهی بلند از پشت وی از طرف دستی راست همین خمیده آمده است، کنده شده آمده است به اصطلاح و همین دره کجموکج گذشته. بنابراین این هر سال بالاش برف و یخ جمع شده ممکن همین دره رو پر کرده. یک پیریخی کلان دیگری که از هم عجیبش اینه که پیریخی که به درونی ناحیه اهال نشین آمده است. و یک چیز جالبی که اینجا میتوان مشاهده کرد این است که همین پیریخی که در همین دره خواب است مثل یک وجود زنده نفس میکشد، حرکت میکند و آواز میبرارد. اگر خاموش ما یک لحظه توجه کنیم یک صدای پیوسته شکستنی سنگ این پیریخ به گوش میرسد و در نتیجه همین شکسته پاره شدن این ذره آب شده است. بنابراین در اینجا همین خود روند آب شدن پیریخ رو ما میتونیم مشاهده کنیم و اون سفیدی بزرگی که ما مثل یک کوهی آهک سنگ میبینیم در اصل کوه‌های یخ هستند که در نتیجه رسیدن آفتاب و نشستن بعضی گرد و خاک در رویش همین شکل گرفتن. و بسیاری ها میپرسن یا توجه میکنن که سطح پیریخ یا خود پیریخ چگونه است. اینجا ما اون رو به چشم خود دیده در بالاش راه رفته میتوانیم. این جاییست که به واسطه به پیریخ آدم نزدیک شده، گرچه راهبلدان توصیه میدهند که درونش نروید، شاید جای از آن سست باشد یا نرم شده باشد فرو رود، ولی ما تا همین بالای پیریخ آمدیم و این تجربه بسیار خوب بود در دهه سفیداب ناحیه تاجیک‌آباد.